بریم. اما مسعود رئیسی همراه ما شدن. آقای رئیسی، صحبت‌های مولوی عبدالحمید رو شنیدین، صحبت‌های علی خامنه‌ای رو در بولتن سری هم پیش از اون شنیدیم. او خواسته مولوی عبدالحمید بی‌آبرو بشه، همینطور در بخش دیگری گفته بوده که من از روز اول هم خوشحال نبودم از انتخاب او. چطور می‌بینید این تناقضات رو در پس پرده و در روی پرده نسبت به کسی که خب بالاخره نماینده اهل سنت هست در استان سیستان و بلوچستان؟ ببینید، جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر خیلی تلاش زیادی کرده که بتونه کنترل حوزه‌های علمیه و مدارس دینی توی بلوچستان رو به دست بگیره، ولی تدویر روحانیون بلوچستان علل خصوص مولوی عبدالحمید در رأسش باعث شده که جمهوری اسلامی در واقع ناکام بمونه. ببینید، ما توی بلوچستان تنها تریبونی که میشه ازش استفاده کرد و حرف مردم رو اونجا در واقع مطرح کرد همین تریبون نماز جمعه و مساجد هستند، وگرنه اون فضای امنیتی که ما الان در بلوچستان شاهدش هستیم به هیچ وجه اجازه فعالیت آنچنانی توسط فعالان حقوق بشر و یا سیاسی و یا هر فعال حوزه دیگری رو بهشون نمیده. زمانی که این تریبون به مردم برای مردم باشه و برای مردم حرفای مردم رو بگه، خب مطمئنا مردم هم ازش حفاظت میکنن. هستن مثلا توی بلوچستان برخی روحانیون که گاهن در رکاب جمهوری اسلامی حرکت میکنن ولی هیچ گونه محبوبیتی توی بلوچستان ندارن و اصلا مطرح نیستن. الان هم مولوی عبدالحمید پس از اون قتل عام مردم که توسط جمهوری اسلامی در زاهدان و خاش در واقع اتفاق افتاد، در کنار مردم ایستاد، باعث شده که این کارش در واقع باعث شده که تا مردم هم از هر کجای بلوچستان بیان و باش اعلام همبستگی بکنن. مسئله اصلی اینه که جمهوری اسلامی از قدرت مردم میترسه و الان هم اگه داریم میبینیم که جرأت این رو نداره که در واقع مولوی عبدالحمید رو بازداشت بکنه و یا به هر حال دست درازی کنه به ایشون، همون قدرتی هست که مردم بهش دادن. چون تریبونی که مولوی عبدالحمید در اختیار داشته مخصوصا در اعتراضات اخیر همش حرف مردم بوده و اون چیزی که مردم خواسته اونجا بیان شده و این به نظرم اون ترسی است که جمهوری اسلامی از اون قدرتی که مردم دارند داره اونو نشون میده که نمیتونه به مولوی عبدالحمید در واقع اهانت بکنه و این باعث شده که مثلا علی خامنه‌ای در خفا مثلا یک همچین دستوراتی رو بده. ممنون از توضیحات شما. مسعود رئیسی، فعال حقوق بشر.